سلام، ویکتور لارسون هستم. گاهی در سیاست بین الملل آنچه مهم است نه خود رویدادها بلکه فاصله زمانی میان آنهاست. این فاصله ها همان جایی هستند که قدرت، تردید و محاسبه واقعی خودش را نشان می‌دهد. الان ما با چنین لحظه‌ای روبرو هستیم. از یک طرف واشنگتن از مذاکرات در حال پیشرفت حرف می‌زند. از طرف دیگر تهران میگوید اساساً هیچ مذاکره‌ای وجود ندارد. و در همین فاصله اسرائیل نه تنها متوقف نشده بلکه حملاتش را ادامه می‌دهد. این تضاد اتفاقی نیست. اگر به گزارش‌هایی که منتشر شده نگاه کنیم می‌بینیم که دونالد ترامپ از گفتگوهای سازنده صحبت می‌کند و حتی حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را برای 5 روز به تعویق انداخته. اما تقریباً همزمان محمد باقر قالیباف این روایت را جعلی می‌خواند و می‌گوید هیچ تماس مستقیمی یا غیر مستقیمی وجود ندارد. اینجا باید مکث کرد، چون این فقط یک اختلاف خبری نیست. این یک شکاف در روایت است. و در سیاست، شکاف در روایت معمولاً نشانه وجود یک بازی پنهان است. بیایید از واشنگتن شروع کنیم. برای آمریکا این جنگ که از 28 فوریه آغاز شد، خیلی سریع وارد مرحله‌ای شد که هزینه‌هایش قابل پیش‌بینی نبود. بستن تنگه هرمز، جهش قیمت انرژی و بعد سقوط ناگهانی قیمت‌ها وقتی بحث مذاکره مطرح شد. این یعنی چی؟ یعنی بازارها حتی قبل از سیاستمداران فهمیدند که این جنگ نمی‌تواند طولانی شود. ترامپ تحت فشار است، نه فقط فشار بین‌المللی، بلکه فشار داخلی. در گزارش‌ها آمده که حمایت افکار عمومی آمریکا از ادامه جنگ پایین است و هزینه‌های اقتصادی در حال افزایش است. بنابراین اعلام مذاکره حتی اگر کامل و واقعی نباشد، یک ابزار است. ابزاری برای خرید زمان، ابزاری برای آرام کردن بازار و شاید ابزاری برای مدیریت متحدی که کنترلش سخت‌تر شده، اسرائیل. حالا به تل‌آویو نگاه کنیم. در همین لحظه‌ای که واشنگتن از کاهش تنش حرف می‌زند، اسرائیل حملات خود را ادامه داده. البته با یک تفاوت مهم: تمرکز روی اهداف نظامی، نه زیرساخت‌های انرژی. این جزئیات کوچک نیست. این یعنی اسرائیل در ظاهر با محدودیت‌های آمریکا همراهی می‌کند، اما در اصل مسیر خودش را ادامه می‌دهد. چرا؟ چون هدف اسرائیل با هدف آمریکا یکی نیست. برای واشنگتن پایان جنگ، یک پایان ناقص، می‌تواند قابل قبول باشد. اما برای تل‌آویو مسئله پایان جنگ نیست. مسئله نتیجه جنگ است. نتانیاهو صریح گفته که هیچ توافق بدی را نمی‌پذیرد و این جمله در این فضا معنای خاصی دارد. یعنی اگر مذاکرات به جایی برسد که ایران همچنان توان نظامی یا هسته‌ای خود را حفظ کند، اسرائیل آن را شکست می‌داند، نه موفقیت. اما شاید پیچیده‌ترین بخش این معادله تهران است. چرا ایران به صورت کامل مذاکره را انکار می‌کند؟ اگر واقعاً هیچ تماسی وجود ندارد، این انکار طبیعی است. اما اگر تماس‌های غیر مستقیم، محدود، وجود داشته باشد، این انکار خودش یک پیام است. پیامی به چند مخاطب. اول، به داخل. حفظ انسجام سیاسی در شرایط جنگی. دوم، به واشنگتن. اینکه ایران در موقعیت ضعف مذاکره نمی‌کند. و سوم، به منطقه. اینکه هنوز هم بازیگر مستقلی است، نه طرفی که تحت فشار به میز مذاکره کشیده شده. در این حال تهران یک خط قرمز روشن هم گذاشته. اگر زیرساخت‌های انرژیش هدف قرار بگیرد، پاسخ متقابل خواهد داد. این همان چیزی است که در ادبیات استراتژیک به آن میگویند بازدارندگی متقارن. حالا اگر این سه بازیگر را کنار هم بگذاریم، تصویر واضح‌تر می‌شود. آمریکا به دنبال توقف کنترل شده جنگ است. اسرائیل به دنبال ادامه فشار تا تغییر موازنه است و ایران تلاش می‌کند بدون پذیرش فشار هزینه جنگ را برای طرف مقابل بالا نگه دارد. اما نکته مهمتر این است: این سه مسیر با هم همراستا نیستند و وقتی مسیرها همراستا نباشند، هر مذاکره‌ای حتی اگر شروع شود ناپایدار خواهد بود. در همین چارچوب گزارش‌هایی که از گفتگوی جی دی ونس با نتانیاهو منتشر شده اهمیت پیدا می‌کند.
چون نشان می‌دهد که واشنگتن در حال مدیریت اسرائیل است، نه فقط هماهنگی با آن. حتی یک مقام سابق آمریکایی گفته که اولین قدم برای کاهش تنش مهار اسرائیل است. این جمله شاید مهمترین بخش کل این ماجرا باشد. چرا؟ چون به ما میگوید که مشکل اصلی فقط ایران و آمریکا نیستند، بلکه شکاف میان آمریکا و اسرائیل هم در حال عمیق‌تر شدن است. در همین حال یک عنصر دیگر هم وجود دارد که کمتر به آن توجه می شود: زمان. گزارش‌های منتشر شده که واشنگتن 9 آوریل را به عنوان نقطه پایان احتمالی جنگ در نظر گرفته. حتی اگر این تاریخ دقیق نباشد، خود تعیین چنین زمانی معنا دارد. یعنی آمریکا به دنبال یک پنجره محدود برای خروج از بحران است. اما سوال اینجاست: آیا همه بازیگران به این پنجره پایبند هستند؟ پاسخ کوتاه: نه. اسرائیل چنین محدودیتی را قبول ندارد. و ایران هم اگر احساس کند نتیجه مطلوب نیست، دلیلی برای عجله ندارد. در این میان یک تناقض ظریف هم وجود دارد. ترامپ میگوید اوضاع با ایران خیلی خوب پیش می رود، در حالی که همزمان ایران هر گونه مذاکره را رد می کند. این دو گزاره نمی توانند همزمان کاملا درست باشند. پس چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ احتمالاً ما با یک وضعیت مذاکره بدون اعلام رسمی مواجهیم، یعنی کانال‌های غیر مستقیم از طریق کشورهایی مثل پاکستان، عمان یا دیگر بازیگران منطقه‌ای فعال هستند. اما هیچ کدام از طرفین حاضر نیستند این را علنی کنند، چون اعلام رسمی مذاکره خودش هزینه سیاسی دارد. در نهایت، اگر بخواهیم این وضعیت را خلاصه کنیم، ما در یک نقطه میانی هستیم. نه جنگ به اوج خودش رسیده، نه مذاکره به مرحله تعیین کننده، بلکه هر دو همزمان در حال پیش رفتن هستند. و این خطرناکترین نوع تعادل است. چون در چنین شرایطی یک اقدام کوچک، یک حمله، یک اشتباه محاسباتی یا حتی یک اظهار نظر میتواند کل مسیر را تغییر دهد. شاید مهمترین سوال این نباشد که آیا مذاکره وجود دارد یا نه، بلکه این باشد که چه کسی زمان را کنترل می کند. اگر آمریکا بتواند زمان را محدود کند، احتمال کاهش تنش وجود دارد. اگر اسرائیل بتواند روند را به سمت تشدید ببرد، جنگ ادامه پیدا می کند. و اگر ایران بتواند هزینه ها را مدیریت کند، ممکن است بدون امتیاز دادن از این مرحله عبور کند. در حال حاضر هیچ کدام از این سه سناریو قطعی نیست و شاید همین مهمترین واقعیت این لحظه باشد.